خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من بختی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم خواهم کی کلان شوی عالمی زمان شوی شخصی با ایمان شوی بچه جانم افتخاری من شوی نامبرداری من شوی ننگواری من شوی بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من بختی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لا لا لای لا لا لای بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بقای عمر انسان است فرزند به جسم آدمی جان است فرزند. السلام علیکم تماشابین ها بیننده های عزیز. امروز جمع تبریکاتی شهنان در دهه آهلیک در طربخانه آچیل بابا برای تبریک کردن جشن زادروزی یک سالگی تخمین بانو آنجان عزیزی خاندان آمده امروز و جشن زادروزی عبدالله دمک شده ایستاده است. امروز تبریکات را از نام فرزند راهبرش از نام حسین جان از نام رخشان آقای تبریک میگوییم. لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشید با آغاز میکنیم. رفتیم بقای عمر انسان است فرزند و جسم آدمی جان است فرزند. نبینی نعمت نایاب از او مکافات زیزدان است فرزند. السلام علیکم پدر مادران خویش و قوام نزدیکان. السلام علیکم مهمانان عزیز مهمانان خانواده عبدالله بابا. همه شما را به امروز روز فرصتی شادمانه تحمیل بانوی یک ساله و جشن زادروزی عبدالله دمک خیر مقدم خوش آمدن میگیم. عبدالله دمک همراهی نبیره و نظر شما تکلیف میکنیم تحمیل بانو که یک جایه و حسن جان کمال بانو مادرت رو نیست تکلیف میکنیم. گلچهرانه برحمد گلچهرانه شما رو نیست تکلیف میکنیم به نزدیک نبیره زادروز مبارک مرحبا. ببینن در وقت رو برم گوهر یک تاست نبیره در باغ سخن بلبل گویاست نبیره 128 شود آنجا این خاندان تحمیل بانو من امروز یک سالگیش را جشن گرفتیم. خدا بدن که 100 سالگیش را جشن گرفتیم. همین یکمین کلام یکمین سخنی که برای بابا جان باشه و در باغچه یکمین شعری که اذیت کرد آمدن بشید اما بابا باید که آلوچه بودی بادام من نبیره بابام شیشتا چای نوشتن و من چای ریزه که بابا گفته خدمت شما باشه.
امروز شما را تحقین بالا را اهل خاندان اعظام عدشم دوستم اعظام حسین جان کسافی اعظام اوجانشان رخشان آویدی تبریک بگویم گفتم امروز من قلباً همراهشان هستم. اعظام من عذرم را از حسن جان از ینقبولا از پدرم پرس که یادشان فرستاده نتونستم. خدا را شکر که چنین پدر قبله‌گاه در سر ما هستند. خدا رحمت کند مادر جان عزیزم را. نام مادرم در زمان ما همیشه جاودان ماند گفتن تحویل بالا نام نهاده دخترک نازنین را. با عقل و خوشبخت و نیکنام شده با وایرس بسیار دوست می‌دارم. از آمدنش خاندان ما پرفیض گشت. شیرینی حیاتی پدرم است. البته وقتی علمین جگرگوشه من بود رسانه‌ای دخترم نسخه دل و جانم آرزویم امیدم ارمانم تا وفا بردمت برای حیات تا که باشی اجزای دستانم روی دستان کلام نکردم تو را من کلام کردم روی چشمانم هر چی دارم برای تو دارم هر چی مانم برای تو مانم هر آن توفه‌های بی‌بها پیش قدم‌های تحمیل باناست بگذار کلام شود بی‌درد و غم شود. امروز عبدالامین آمد زادروز داره همه خویش تمام نزدیکان برای تبریک شما برای تبریک آرجان خاندان تحمیل بانا آمدن سال 20 ساله شده در سر فرزند و نمیرها و آغوش دارده برای پدر میگن پدر در تشنگی دریا پدر در تنگی‌ها دنیا پدر دارو پدر درمان پدر روشنگری دل ماست پدر هم مشکل آسان است پدر هم مرهم جان است اگر فرصت کند ما را همان دم چهره خندان است پدر باشد نباشد غم نباشد مشکلات هر دم پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بیخند. امروز روز فرصتی مبارک باشد برای جان عزیز گلچهرانه زادروز نبیره مبارک لحظه‌های فرصتی را امروز تولد نبیره را مبارکباد می‌گویم. خدا کند که رشانایی علمین نبیر جیانجه نازنینتان کلام شود و همراهی گلچهرانه تاکه چمیلکش را در آمده از آرالت‌های خواندن نمجان نازنین خاندان شده گشتن برای شما نصیب کند. امروز لحظه‌های شادیانه مبارک علمین افتماده کلام برای امروز تحمیل بالا اعظام اوجانش و حسین جان از مسافرت تقدیم می‌کنند. قبول کنید درسته نیک و استفاده بردن نصیب کنند. زادروزش مبارک و البته امروز روز فرصتی است یک تا نیت‌های نیک رو میشنویم بعد از آن کوکلانش را قیچی میزنیم و بعد شیرینی رو میبریم. رخشانایی مرحبا. السلام علیکم بیار دوستان عزیز خوش آمده در قلبم جنتی من سر بگوید اصلا ازش که شکل شود چی آرزویت دارم یک خوش بوده رستن الهی جنت کن دختره که با آداب شده و منشته باید برسید اون برداری همه آبیده شده الهی بی جانمه رو آباشون شد باشد جیکشون از جنت باشم بابا بی بخش که جنت جایت داره که باشد بزای تعالی هم یک کتون خوش آمده بوده باز یک کاری دیگر تشکر برای آمده که خوش آمده هم یک کتون از آرام سلامت باشد گلچهرانه مرحبا. رحمت تشکر دیمست و البته کمال‌الله از آقای حسن جان علمت را دختر را تبریک میگوید. مرحبا. ما باشد میخواستیم یک جایی کاکران نازنین تحمیل بالا را قیچی زنیم هر بار در یک سالگی میگویم که از گذراندن این خیلی انعنه از نیاکان ما میراث مانده است که مانند وزن کارکنان طفل البته باید خیر احسان کنند صاحبان اهمیت طفل نازنین. امروز باشد خیر احسان روی دسترخوان ما و شما است. ما باشد کلام سالان را تکلیف میکنیم سبحانمک و غفورمک را برای با یک نیتها قیچی زدن کارکنان نازنین تحمیل بانا مرحبا سبحانمک غفورمک شما را تکلیف میکنیم. مرحبا سبحانمک به نزدیک غفار بابا شما هم نزدیک کرده
مرحبا. لامامر مرحبا. بچینید. شیرینی رو نزدیکتر بیارید، کارت‌ها رو نزدیکتر بیارید و البته یک جای شیرینی رو می‌برید. عبدالامین نمک تبریک رو مدرس گیرید. کلی پاشو یاد شما، رسنجان یاد شما. البته رخشانایی یک جای شیرینی رو می‌برید. گلچهره آنها شما نزدیکتر کارت رو می‌برید و از آن تناول می‌برید. مرحبا. از این هم автомобил‌های کلان رو برای شما تحفه ساختنشان نصیب کنند. اکنون مادران ما دوست می‌دارند رقص دیدن رو همون رو با رقص می‌دهیم و همه زنان رو با رقص تکلیف می‌کنیم. برای شما زادروز و زادروزی نبیره مبارک شود. ببینید مرحبا. سرودهای شوق برای شما یاد مهمانان عزیز خوش آمدند. قدم‌هایتان بالای دیده سنجون از مسافرت می‌خواهند که تبریک بگویند هم پدر و هم جیگر رو. سلامت باشید. آنلاین تماشا یک جای همراهی ما خورسندی را دوام میکنه. مرحمت مادران عزیز، سرودهای شوق و رقصی از استودیوی عثمان ویدیو پیشکش شما رو میشنوند. مرحمت.
اینک عزیزان تهمینه بانو یک ساله را در روز مولودش تبریک کردیم از نام امکجانشان حسین جان که در مسافرت است. لحظه های خرسندی شادیانه خانواده را پیشکش شما کردیم. با ما باشید. با شبکه شهنام سلام.